چند بار آمریکا گفت من 1 قرون پول نمیدم؟ گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد آمد 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتیم اونجا؟ خب من رفتم اونجا، معاون خزانداری آمریکا آمد اونجا، ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا این کار نمیشه. بعد نمیگن آقای قالیباف شروط چی شد؟ این شهامت و درایت رهبری است که در این پیامی که دادند و گفتند که ایشون و مردم دارن شروط رو، که شروط همین تفاهمنامه شروطه، همه دارن اینجوری نگاه میکنن. خب ما داریم اینا رو تحقق میدیم. حالا من چیکار کنم؟ برم یه تحقق ندم بگم برو به جنگ؟ خب اگه تحقق داد پیگیری میکنم، تحقق نکرد بهش میشنگم. ببخشید ما خوام به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش. دیگه اذیت نکنید. حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن، بذارید این مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنن. بذارید وقتی ما تو پولان هستن خونخواهی امام ما آزادی قدسه، ما باید سرزمین لبنان حفظش کنیم با شعار که خونخواهی گرفته نمیشه، با قدرت. چون این دشمن ما جز زبان قدرت چیزی دیگه فهم نداره. من در جلسه قبل اینجا خدمت شما گفتم ما از این فرصتی که برای ما فراهم شده 2 کار به طور جد باید انجام بدیم. اقتصاد و معیشت مردم و سرمایه گذاری در کشور بند 6 اینجا، اینو باید دنبال کنیم. نوسازی نیروی مسلحمون، قدرتمون. و اگر ضعیف باشیم ذلیل میشیم. این زیبنده کشور ما نیست. ما باید قوی